جمعی از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هند چند ماه مانده به انتخابات مجلس این کشور همایشی را با عنوان حفظ حاکمیت مردم، حفظ کشور در دهلی نو برگزار کردند. من به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارم. طرفدار گاندی بزرگ، نهرو هستم، اما تأسف آور است که اکنون دیگر در کشور ما از فکر و اندیشه آنها چیزی باقی نمانده است. هوشیاری، عمل به مسئولیت شهروندان در حفظ قانون اساسی و توجه به آرمان‌های رهبران استقلال طلبی هند از جمله اهداف این همایش بود. مسلمانان طبق اصول قانون اساسی و برای حفظ کشور متحد هستند. احزاب سیاسی گاهی مردم را فریب می‌دهند و برای رسیدن به قدرت مسلمان را هدف قرار می‌دهند. مسلمانان صادقانه برای حفظ کشور متحد هستند. ضروری است سیاسیون نیز صادقانه کشورداری کنند. حقوقدانان و برخی از اعضای مجلس این کشور در سخنانی با انتقاد از سیاست‌های کنونی در هند خواستار حفظ حقوق مسلمانان و جلوگیری از دامن زدن به فرقه گرایی از سوی هندوهای تندرو شدند. راشترپیتا مهاتما گاندی کا جو سپنا در کشورمان رویای مهاتما گاندی در حال نابودی است. سخنرانان این همایش با اشاره به بروز درگیری‌های فرقه‌ای در برخی مناطق هند و سوء استفاده از آژانس‌های مرکزی علیه رهبران مخالف دولت مرکزی خواستار توجه بیشتر دولت مرکزی این کشور به مسائل مهمتر شدند. آنها از دولت مرکزی خواستند برای حل مشکل افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش بیکاری و مشکلات کشاورزان راه حل مناسب اتخاذ کنند. برخی از سخنرانان در این همایش همچنین خواستار حقوق مساوی و عدالت برای همه پیروان مذاهب و قشرهای مختلف شدند. در این همایش بر اجرای کامل قانون اساسی و احترام به حقوق همه شهروندان هندی بدون توجه به مذاهب آنان برای حفظ دموکراسی و جمهوریت در این کشور تاکید شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.